چون از معنای نام دهه و دیگر نام‌های این مکان عیان می‌گردد، اینجا تاریخی خاصه خود را دارد، زیرا بسیاری از نام‌های این مکان به زبان سغدی قدیم مربوط می‌باشند. پیدا شدن بعضی از سنگپاره‌ها نیز با هر گونه عکس‌های مانند به کتاب اوستا گواهی کهندیار بودن اینجا است. چون دیگر محل‌های تاجیکستان مردم اینجا به کشاورزی و چروه‌داری مشغول می‌باشند. چون زمین کمی آبی دارند، بیشتری آدم‌ها خاشاک را از کوه دسترس می‌کنند. باید اظهار داشت که طبیعت زیبا و ناگفتنی دارد. در این مکان دور نیز نمونه‌های گوناگون هنری مردمی رشد کردند، زیرا مردم اینجا در همه دور و زمان صاحب هنر و صاحب فرهنگ بودند. نمونه هنرهای مردمی را در این مکان در بناهای بزرگ و خرد واخوردن ممکن است. یکی از این گونه بناها بنای عبادتگاه دهه می باشد. از روی نوشته های دیواری باری اول این بنا سال 1910 نقاشی می شود. در شیفت این بنا یکی از آثار بزرگ تمدن بشر عکس یافته است. میان باشندگان این دیار کسی نمیداند که مؤلف این عکاسی کی است.
بعد از 100 سال در سالهای استقلالیت این نقاشی از جانب فرزندان دیار که هنری خوبی رسامی دارند با راهبری میرشریف شریپوف دوباره رنگ شد، ولی تغییرات به شکل کنده‌کاری‌اش وارد نشده است. همزمان باید اظهار داشت که در این دیار از زمان قدیم تا امروز استاهای کنده‌کار و چوبکار به سر می‌بردند. انا این کار باشد از جانب آموزگار جمعه بدلوف صورت گرفته است. چوبکاری یکی از هنرهای مردمی خلق تاجیک می باشد که از قدیم الایام تاجیکان در ساحه گچکاری، کنده‌کاری در چوب این یک هنر ملی خلق تاجیک به حساب می رود. بنابر همین منم خواستم که یکی من استای کسبی نبودم، بعد از ختم دانشگاه در دهه آمده آموزگار شده کار کردم. بعد همین فکری چوبکاری به عقیدم آمد که یکی از همین بزرگترین شخصان خلق تاجیک به مانند عبدالله رودکی، سعدی، حافظ شیرازی، عمر خیام، همین ها من در چوب ثبت کرده صورت آنها را در چوب کنده‌کاری کرده که همین یادآوری برای بزرگداشت همین بزرگترین ملت و آدمان خلق تاجیک در خانه درج کردم که این یک استعداده که در یگان جا من ندیده بودم. همین چیزا من خواستم که در خانه خودم تشکیل کنم. همین برای همین من هر سال هر روز بعد از درس در وقتی بیکاریم به همین کار کنده‌کاری مشغول شده همین خانه مدت 6 ماه به ساخته به آخر رسانیدم. جمعه بدلوف خود آموزگار است. بیش از 50 سال در این دیار جوانان را از فن شیمیا و بیولوژی تعلیم داده است. امروز باشد دوران پیری میراند. در فعالیت کاریش بدون آموزگاری پیوسته به چوبکاری مشغول بوده. بهر مردم ده خانه ها ساخته است. ولی این نمود کنده‌کاری تنها در مهمانخانه او دیده می شود. در قشلاق ما استاهای کنده‌کاری که چوب به کار میکردن نسبتا کم بودن، کم بود. اومد اما یک چیزهای عادی میساختن در چوب. این خیلی گویم رسم یا که تصویر آدم، تصویر گویم نقش و نگار این خیلی ها دیده نمیشد. فقط از در قشلاق ما خانه های بودن که فقط رنگ خط
استوار ساختگی بودن و از چوب این خیلی گویم وای نبود. برای همین من خواستم که در دهه خودم هم همین چوبکاری جاری کنیم و کادرهای یاش و بچه های یاش یاد گیرد و در آینده همین کسب دوام تید. در خانه دیگرها این کار من تکرار نکردم، اما پوشش خانه هایی که در همین درگ من همچون استا کار کردم، در چند عمارتی که کردم یگان خانه به یک دیگرش موافقت نمی کند، مانند نیست. هر یکتش ساختش دیگر، رنگش دیگر، کوششش دیگر، پوششش دیگر. اینها همین من از فکر خودم همین چیزا ایجاد کردم که همین چیزها دیگر بچه ها دیگر استاها یاد گرفتن با دوام تیم، با از این کار با بهتر شود. وای استاد سیف الدین همین کار را دوام داده استاد است. بعد استاد زیا محمد، همین بچه ها از همین خانه ما دیدم با کسب همین چیزا یاد گرفته کرده استادیان. بعد استاد کمال الدین، هنری دیگری که اینجا رشد کرده گچگری می باشد. یعنی باشندگان این دیار به طور خاصه از گچ استفاده می نمودند. بدون آنکه که با گچ خانه های خود را لاویده و زیبا می کردند، با شخصانی بودند که از گچ گلکاری ها می کردند. انا این خانه تمام جزهایش از گچ هست، حتی بالارهایش نیست. هنر گچکاری ما از پدرم یاد گرفتگی. من چندین سال است به همین کار مشغول هستم. در تمام دیارهای همسایه هنری دست ما هست، کار میکنیم. همین حساب هنر زندگی ما پیش برده استادیم. بهترین هنر است. بهترین هنر. این وظیفه هر یک ما، هر یک شخص، هر یک شهروند باید که یک هنر خودش را برای مردم، برای دیار نشان دهد. برای گچکار اصلا صنعت، فهمیش، صنعت در کار، فهمیش در کار که همین معنی همین وای رو فهمد، صنعت خودش رو فهمد، با کدام وای کارکرد استاد است باید داند که همین محصول کارش چی میتواند، چی حاصل میشود. اساس برای گچکار، برای کندکار همین لازم است. مولا شریف یاروف میگوید که این هنر را از پدرش آموخته است و روزگار پدرش در این محل یگانه از استاهای بوده است که گچکاری میکرده است. نقاش با فکر من کندکار بودن نمیتونه که کندکار نقاش شده نمیتونه، به خاطر که نقاش هم کندکار نقش میکشد میکنه، به همین خاطر کندکار نقاش بودنش هم شدنش هم ممکن. البته ما شاگردان تیار کرده استادیم در این ساحه. خدا خواهد با نیت داریم که همین کسب خودم و فرزندهای خودم و فرزندهای خودم رو به یاد دیم و آینده همین صنعت ملی خودم رو گم نکنیم، برای دیار خدمت کنیم.
бояд изҳор дошт ки барои дар деҳот зиндагӣ кардан танҳо як касб ва ё ҳунар доштан кифоя нест. ин аст ки қисмате аз бештари одамони ин диёр бидуни кори хеш боз машғулияте доранд ки ҳангоми фориғкорӣ ба он машғул мешаванду рӯзи ба даст меоранд. дар деҳот зиндагӣ кардану боғ бунёд накардан аз рӯи одоб нест мегӯянд, зеро боғ низ мисоли номи некест ки аз инсон боқӣ мемонад. Юсуф Султонов яке аз сокинони ин диёр аст. ин ҷо бошад боғи бунёдкардаи ӯст. даҳон намуди зардолуву себу олуболу дар ин макони ноҳамвор шинонидаву парвариш мекунад. мақсад аз интихоби макон бошад кам будани замини ҳамвор аст. аз ҷониби дигар боғот аслан дар ҳамин гуна маконҳо тез ба бар мерасидаанд. зиёда аз 20-25 намуд инҷо мева мешад, зироат мешад, худо ба шукр. ҳаст себ мешад, биҳӣ мешад, чормағз мешад, зардолӣ ягон 6-7 намуд мешад, гелос мешад, бумане олучабандак мегӯям ин мешад, як 5 намуд себ мешад. ҳамаша ман ҳамин дида истод, ман ҳамин наҳола ман тухмаша киштам, буруман ман овози пайванд карда истодам. баъди як соли дига мегираму як ҷо кӯчат мекунам, мешад бо дарахт, мешад нон, мешад мева. намунаи бештари аз дарахтони ин ҷоро аз гӯшаҳои гуногуни кишвар овардаву ин ҷо пайванд намуда нигоҳу бин менамояд. бо умед онҳоро об медиҳад, ҳамвор мекунад, бехашору суст мекунад. қисмати дигари ниёлҳо бошад тухми маҳаллианд, яъне дар гӯшаи тухмро шинонда пас аз калон шудан онро ба ин ё он гӯшаи боғ бурда мешинонад. ман худо ба шукр ҳозир ман ин себа дигар намудаша пайванд карда истодиам. ин себ ҳамин тирамо мечетаст то охири мая охираша мисад, дигар намешад. мана бо як намуд дигар зардолӣ ман пайванд карда гиям, оли як 5 намудаш барбадар омада гай. зардолия дигар намудаш, ҳар якташ ягон мебурод 45-50 грамм мебурод як донааш. худо хоҳад ки бо умед дорем ки во барбадарод бо ин боғ беҳтар мешавад, бо дигар сурат мегирад. ман агар ки вай ёрирасон бошад ки ҳамин маҳсулоти боға тар раша бозор дастрас кунам, зиёда 5 сом мегирам. картошкаш ҷудо, мана ин меваш ҷудо, ин беҳад даромади калон метавад. ман боварӣ дорам як ман не 10 манам мебинад. юсуф Султонов мегӯяд ки аз ҳар инсон чизе боқӣ мемонад, ё номи нек, ё хизмати назаррас ва ё ақаллан боғе ки худ заҳмат кашидаву бунёд карда. имрӯз дарахтони ӯ мева бастаанд ва албатта баъди чанд даҳрӯза кайҳо нахустин самараи имсолаашро мегираду ком ширин мекунад. اول ز خدا گویم دویم ز رسول اول ز خدا گویم دویم ز رسول یک نام محمد است عالم مشهور یک نام محمد است عالم مشهور
از به صبر کسی به جای نرسد از به صبر کسی به جای نرسد از صبر به جا رسید ایوب صبر از صبر به جا رسید ایوب صبر ای قادر ظلم جلال سلطان کریم ای قادر ظلم جلال سلطان کریم در مانده کار هشتم گردستم گرد در مانده کار هشتم رفتم به شاه زنده سر میبونم برو روای خوجا دردانی مزید. یکی از سنت‌های قدیمی که در این دیار باقی مانده است این مراسم توی عروسی است. در این مکان نسبت به دیگر مکان‌های وادی زرافشان رسم و رسوم در توی عروسی دیگر است. از همه اساس انتخاب سرودهای می باشد که در این مراسم استفاده می شوند. اول ز خدا گویم و دویم ز رسول. با چنین مصرع آغاز می شود یکی از شعرهای معمولی که خرد و کلان این شعر را در این دیار می دانند و دوست می دارند. این شعر هنگامی به خانه عروس رفتن داماد استفاده می شود. خب اصلا در موضوع سرودهای کلاسیکی یا سرودهایی که مخصوص در عنعنه یا مراسم شهبرانی مردم عینی و پنجکین تومن وادی زرافشان تا امروز موجود است، اون را محققان مخصوص یعنی سرودهای به خط گرفته شده است که اون سرودها را نقشخوانی میگویند و نه تنها در اون وادی زرافشان در دیگر ناحیه‌های کوهی ولایت سوخت تا امروز معمولند و مردم هنگام بردن داماد به خانه عروس و اگر دیها نزدیکتر باشند، چون پیشتر ما شما میدونستیم که داماد عروس رو حتما پیاده و یا سوار اسب از این دیها به دههای دیگر میبردند، عنعنه نقشخوانی رو ایرو میکردند. خب نقش از جانب محمد غیاث‌الدین در کتابی بسیار پرمحتوای خود قیاس اللغات شرح داده شده است و اون میگوید که یک نوع سرودی مراسمی مردمی خراسان است و یعنی ببینید که چون در خراسان گفته باشد حتما در دیگر منطقه‌ها شکل‌های دیگری آن شاید به قید گرفته شده باشد و محققان نقش را از روی اسلوب سراییدن به سه قسمت جدا نمودند و اون یک نوع سرود است که قافله مردهای زیاد هنگام بردن داماد و از جانب دیگر آوردن یک جای آنها اجرا می‌کردند و البته نقش دارد سرنقشخوان که یک نفر اول اون قسمت اساسی سرود یا ربایی را می‌خواند، دیگران با اون هم‌آوازی می‌شوند و قسمت نقارات سرود را می‌سرایند. خب چنانکه گفتیم نقش ها در سه شکل به قید گرفته شدن: نقش کلان، نقش میانه و نقش خرد. خب در قسمت نقش کلان اصلا کوشش میکنند که سرودهایی که نسبتا مضمون دینی و تصوفی داشتن سرود سراییده میشنند، چون مردمی کوهستان البته بسیار مردمی قوی و به دین منسوب میباشند و از همین جانب شخصانی که آنها را همراهی میکنند یا سراییده میشید آنها از اجدادی کلاسیکان بزرگ مخصوص درباره مثلا تربیت دینی داشتند میسراییدند و دیگران با او هم‌آوازی میشدند. خب در قسمت نقش میانه الکی ریتمی آهنگ سراییدن نقش دیگر میشود و تا یک اندازه شوخ میشود، در اونجا الکی روایت‌های خلقی نیز وارد میگردند و اون نقش نام دارد نقش میانه، چون اونجا فکر میکنم که تا یک اندازه کفکوبی و پایکوبی و رقص کنی الکی به وجود میآید و نقش خرد الکی این سرودهای خرد یا همون بیت‌هایی که قبلا درباره مثلا محققان گفتند بیت‌های مخصوص زرافشانی سراییده میشدند و از همین سه قسمت عبارت بود. نازکی دیگر در آن است که هنوز در این مکان سبک‌های خاصه تاریخی باقی مانده‌اند. مثلا حالا هم به داماد اینجا سله می‌بندند. سله در این مراسم به جای تاج است، یعنی امروز این مرد حکم شاهی را میان اهل اولاد و خویش و تبار دارد و سله داماد البته از سله دیگران به شکل پیچش فرق میکند. اینجا اگر خانه عروس نزدیک باشد داماد پیاده،
با دایره و دنبورک در جمع مردان ده تا خانه عروس می رود. ولی اگر خانه عروس دور باشد البته او را یا اسب سوار یا با نقلیات تا این مکان می رسانند. یکی از مقصدهای اساسی نقشخوانی این است که تربیت جامعه تربیت مردم. ما می‌دونیم که جشن عروسی و دیگر جشن مراسم ها یا واسطه است که مردم رو سرجم می‌کند. مثلا در جشن مراسم ها مردم همه وقت سرجم یک جوان. در دیگر فصل‌ها چون کوهستان است البته مردم از پی کشت و کار از پی دیگر کارهای زندگی و روزگارداری هستند. از این رو نقش اساسی همین سرودهایی که توسط نقشخوانی سراییده میشوند نقش اساسیش در حیات جامعه این تربیت نسل نو است و پند و نصیحت کردن با آنها است. گر دستم گیر من رفته به شاه زنده سر میمانم من رفته به شاه زنده سر میمانم با روح روای خوجه دردان وسیع با روح روای خوجه دردان وسیع سر تو در سینه هر صاحب حاد سر تو در سینه هر صاحب ها پیوسته در رحمت تو بر همه حال پیوسته در رحمت تو بر همه حال هر کس که در اینجا با سرودهای دیگری نیز هستند که استفاده می شوند و خیلی معروفند. سبک استفاده این سرودها نیز خاص سبک است که از دیگر مکانها فرق می کند. حال به کنار دشت حال شده‌ام رفیق مرجان بجوزش سراغ لیلی بجوزش سراغ لیلی خبر. همزمان میان مردان این مکان کم نیستند آنهایی که بیتخوانی می کنند. بیتخوانی یکی از مشغولیت های مردمی است که در سر کار و یا مکان خوانده می شود. آی برگردنی نازکی تو دست اندازم آیا دنیا نکند که را بغم خوردنی منه مشکل روزه از تو جدا گشتنی من آیا فردا من قاضی میکنن در عرصات از دست همون میل سیاه میگم دادایا بلبل بچه من سبب سای میگردده مغزش به کوچا گندش بناد میگردد قدی تگاب سر کنم من شوتا یک بگه کنار گیرم همون سرخ پوش من سیل بر آمدم برای کوه بوزه جنون کاش سیاد تو روی مالم دوزایا در عین غروری بچگی دیار مستم افسوس که جوانی می رود از دستم آیا. بیت های این مکان به مثل بیت های وادی کوهستان مدشاه گوناگون آمیختند و چون اینجا به مدشاه نزدیک است بسیار مانند هستند. تنها در کشش آواز و طرز خوانش فرقیت هست و خلاص. تمام کرده مناوت و شمایا همه چیز از کوهستان سر می شود چون جبر و جفا داد و ستم یا خود مشکلی های حیات در کوهستان نسبت به وادی ها زیادتر است. مثلا وقتی سخن درباره یک نمیدونم وادی های صحرایی و وادی هایی که مثلا در اونجا بیابان ها زیادتر است ما میبینیم که رنج و شکایت و مضمون سرودها لکه تغییر مییابند و
اونجا چی بگیم شکایت از روزگار کمتر است، اما در وادی‌های کوهی در اون منطقه‌های کوهی البته بسیارتر دیده می‌شود و هم عینی و هم مسجد هر دو ناحیه کوهی‌اند و ما امروز تفاوت کردن نمی‌تونیم که کسی از این اولتر گفته باشد. ҳамин гуна мо аз як диёри кӯҳанбунёд ки дар гӯшае аз тоҷикистони азиз мавҷуд аст дидан кардем. бояд гуфт ки ҳамасола аз ин диёр 70-80% хаткунандагони мактаб ба донишгоҳҳои кишвар дохил мешаванд. дар бахшҳои гуногуни илм таҳсил намуда, дар бахши илму саноат ва кишоварзиву иқтисодӣ ифои вазифа доранд. яъне деҳаест зодгоҳи мардони ба фарҳангу номдор. ولی